حضرت عمر رضی الله عنه از جای خود خیست. ببینید گفتن حبیب خدا منم سه چیز را دوست می‌دارم. چرا دوست می‌داری؟ الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و ثوب الخلوق. حضرت گفتن حبیب خدا من دوست می‌دارم. چرا دوست می‌داری؟ امر معروف دوست می‌دارم. باز چرا دوست می‌داری؟ نهی منکر دوست می‌دارم. باز چرا دوست می‌داری؟ دوست می‌دارم که لباسام همیشه از پارگی عبارت باشد. این سه چیزی بود که حضرت عمر دوست می‌داشتند. ببین امروز بعض برادرای ما و شما باور کن تا جایی که امر معروف گوش کند صدای را گوش میکند که این گوش‌ها همش مسئولیت در پیشگاه خدا دارند. اینا در پیشگاه خدا جواب میگویند. عمر امر معروف دوست می‌دارد. عمر نهی منکر دوست می‌دارد. عمر لباس پارگیدار دوست می‌دارد. چرا ما دوست نداریم؟